تتجافى جنوبهم، پهلوهاشون از جایگاه ها برداشته میشد گفت. یعنی الله تعالی به تهجد خانه ها ثنا گفته ایستاده است. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، پهلوهاشون از جایگاه ها برداشته میشد. یعنی آدمی پهلوان یک شتنگی وزنی نمی بردارد مثلا، لیکن به نماز تهجد یا نماز بامداد خسته نمیتونه، تنی خالی برداشته نمیتوند. یا مؤمنی خراب، یا مؤمنی که حجماً یا جسماً بینید ضعیف است ولی که به نماز تهجد میخیزد، قدرت دارد. و تتجافى جنوبهم، جنوب یعنی پهلوهاشون، پهلوهای آنها تتجافى یعنی از جایگاه ها برداشته می شود گفت الله تعالی. بنابراین بعضی مفسرها گفتند که خوب است که همین خیلی آدمایی که شبانه خواب نمی کند یا شب کوتاه هست، اگرچه 10 دقیقه باشدم به پشت یک چشماشو پشت دراز کشد اگرچه خوابش نبردم، و این هم یک نوعی استراحت هست. اگر همین قدرم دراز کشد، وقتی که میخیزد دوباره کمتر یعنی که هوشیاری و کمتر چست و چالاکی بردمی دیده میشد. کمی باشدم تعب مشقتش از وی دور میشد و همچنین به همین آیت شامل میشد، چون که تخت پشتش را از جایگاه ها برداشت میگفتن. بنابراین در این صورت همین خیال میکنید.